درود، چطورین؟ خیلیا میگن من در مورد یه چیزی حرف زدم و بعدن تحقیقش رو یه جایی دیدم. به نظرت گوشی ما داره شنود میشه؟ پاسخ به این سوال هم بله هست هم خیر. حالا چرا بله؟ ببینید منطقی بهش نگاه بکنیم، گوش ما همیشه داره حرفای ما رو میشنوه، هر لحظه، هر ثانیه، از زمانی که توی دستتونه تا زمانی که گذاشتینش توی گوشه. مثل چی؟ مثلا میگی هی سیری و سیری رام میشه، یا میگی هی گوگل و جمینای بالا میاد. این دقیقا همون مثالی که برای درک این موضوع نیاز داریم. ببینید گوشه شما یه بخش داره، یه مدل هوش مصنوعی آفلاینه که همیشه فعاله. این بخش یه مدل هوش مصنوعی خیلی کوچیک و ریزه میزه است که فقط میاد الگوهای صوتی و که توسط شما ارسال میشه بررسی میکنه که ببینه شما داری از کلیدواژه‌ای مثل گوگل یا سیری استفاده میکنی. بعدش هم هنوز اون موقع کامل پردازش نمیکنه، فقط در چند میلی ثانیه فعاله. تازه بعد از اینکه دید شما داری به کلیدواژه نزدیک میشی، تازه اون موقع پردازش شروع میکنه. از همه مهمتر این اصلا آفلاینه، این برای کل کارش از یه بخش خیلی کوچیک و ناچیزی از پردازشگر شما استفاده میکنه. پس نمیتونه مثلا اگه شما داری یه صحبت محرمانه میکنی با کسی، اینو ارسال بکنه به جایی، چون اصلا به شبکه متصل نیست. شما داخل حالت آفلاین یا حالت ایرپلن مود امتحان بکنید، ببینید که دقیقاً یکی همونه. اینکه این جایی هم قرار نیست ذخیره بشه، همونجا از بین میره. حالا یه نکته جالب میدونید چیه؟ شما اگه بری داخل تنظیمات گوشیتون و این قابلیت رو غیر فعال بکنی، بعد این مدت میبینی که مصرف شارژ گوشیت خیلی کم شده. اگه اون موقع داشت 10 ساعت براتون کار میکرد، الان داره 11 ساعت کار میکنه. پس میشه گفت این گوشی ما رو شروط نمیکنه، فقط مثل یه چشم خیلی کوچیکه که گوشی ما داره دائم داره بررسی میکنه ببینه چه اتفاقی داره میفته. از اون طرف هم اطلاعاتش میسازه. ولی خب اگه گوشی ما واقعا شنود بشه چه علائمی داره؟ در وهله اول خب نیاز به اینترنت و دیتا هست که شما به شبکه متصل بشی، همون شخصی که داره شما رو شنود میکنه بتونه اطلاعات رو دریافت بکنه. این نیاز به انرژی خیلی زیادی داره. مثلا دیدین شما شارژر میزنید داخل گوشی، وای فای و دیتا رو باید قطع بکنید، در غیر این صورت همزمان دشارژ میشه چون به شبکه متصلی و همزمان داره شارژ میشه. این باعث آسیب به گوشیتون میشه. از این رو ما میفهمیم که وقتی بخوایم به شبکه متصل باشیم، شارژ گوشیمون خیلی سریع تموم میشه. اگه شما گوشیتون رو تازه خریدید، اگه مشکل باتری نداره، تعویضش کردید، یا اگه مثلا همین دیروز خوب بوده یه دفعه هی داره خالی میشه بدون اینکه هیچ کار سنگینی باش بکنید، و یکم به این موضوع شک بکنید، ولی نه قطعا. ولی اگه اون کسی که به گوشیتون نفوذ کرده خیلی آدم ناشی باشه، اون موقع میتونید اون علامت سبز میکروفون یا دوربین که هنگام استفاده از اون برنامه همیشه روشن میشه رو ببینید و معمولا اینطور هست. ولی اگه شما داخل دوربین نباشین و اون همیشه فعال باشه، یکم به این موضوع شک کنید. معمولا اینجوری نمیشه، اون قد طرف ناشی نیست که. راستی تا اینجا ویدیو رو دیدی ساب نکردی؟ ساب کن بابا، شل کن. آقا خلاصه مطلب اینجوری بود دیگه. شما هم خیلی ذهنتون رو درگیر این چیزا نکنید، راحت باشه و بذار شنود کنم. راستی بک‌گراند جدیدم چطوره؟ منم همینطور فکر میکنم چیز خوبیه. مرسی که تا اینجا رو نگاه کردی. تا ویدیو بعدی، فعلا.